ما محکوم به ادامه دادنیم، محکوم به اینیم که هر روز برای زندگیمون تلاش کنیم، چه دلمون بخواد چه دلمون نخواد. خیلی از قسمت‌های زندگیمون رو قطعا دوست نداریم، خیلی از قسمت‌های کارمون، شغلمون، ورزشمون دوست داشتنی نیست، واقعا مورد پسند نیست، لذت نمیبریم ازش، اما باید ادامهش بدیم. چرا؟ چون که محکوم به ادامه دادنیم. سالها پیش من کتابی خوندم به اسم تله شادمانی از آقای راز هریس. نگاه من رو به زندگی تا حد زیادی تغییر داد. توی کتاب میگه که انسان‌های اولیه، اجداد ما، هر صبح که از خواب بیدار می‌شدن تا زمانی که می‌خوابیدن برای بقاشون می‌جنگیدن. هر صبح به دنبال شکار بودن و ممکن بود در طول این فرایض دستشون رو از دست بدن، پاشون رو از دست بدن، جونشون رو از دست بدن. زمانی که برمیگشتن و شکار رو برای خانواده می آوردن، ممکن بود که غار بغلی، قبیله بغلی از توی جنگل بهشون حمله کنن و همون رو هم از دست بدن. حتی زمانی که میخواستن بخوابن هم باز هم با استرس و اینکه نکنه به ما حمله بشه، نکنه یک مار افعی بیاد ما رو نیش بزنه، یک پلنگ تیزدندان بیاد ما رو بخوره، با همین فکر و خیال میخوابیدن و گاهن تا صبح هم بیدار بودن. اینا بخشی از فرایند زندگی بشریه و همه اجداد ما محکوم به ادامه بودن، محکوم به این بودن که ادامه بدن، بجنگن، سرسخت باشن، بترسن. اگر صدای پای یک ببر رو میشنیدن قطعا میترسیدن، خودشون رو قایم میکردن، ولی بازم محکوم به ادامه دادن بودن. اما در دوره ما، در زندگی ما میبینیم که شکل زندگی عوض شده. ما برای اینکه بتونیم غذایی داشته باشیم برای خوردن، لباسی داشته باشیم برای پوشیدن، ماشینی داشته باشیم برای رفت و آمد، خانه‌ای داشته باشیم برای زندگی و خوابیدن و دیگر موارد، محکومیم به ادامه دادن، محکومیم به جنگیدن، محکومیم به سرسخت بودن، محکومیم به اینکه امید داشته باشیم. و خیلی از قسمت‌های زندگی شاید دوست داشتنی نیست، شاید واقعا مورد پسند ما نیست، اما نگاه بقا بهش داشته باشیم. به لطف اینترنت، به لطف پیشرفت علم، به لطف کتاب‌ها و به لطف خیلی چیزهای دیگه که در دنیای امروزی ما هست اما در دنیای گذشتگان نبود، ما خیلی از قسمت‌های زندگیمون رو میتونیم زیباتر کنیم، میتونیم قشنگتر کنیم، میتونیم حتی زندگیمون رو خودمون بسازیم، میتونیم زندگی خودمون رو طراحی کنیم. و اینا مسائل مهمیه که باید بهش آگاه باشیم، بهش توجه کنیم، از کنارش به رادگی رد نشیم. در گذشته این امکانات نبود، در گذشته علم اینقدر پیشرفت نکرده بود، بهداشت اینقدر پیشرفت نکرده بود، پزشکی اینقدر پیشرفت نکرده بود، شیمی و فیزیک و ریاضی اینقدر پیشرفت نکرده بودن. اما همه اینها در زندگی ما هستن. با توجه به نگاه واقع بینانی که میتونیم به زندگی داشته باشیم، با توجه به نگاه بقایی که میتونیم به زندگی داشته باشیم و همه موارد و امکانات و پیشرفت هایی که بهتون گفتم، توجه داشتن به هر سه عامل میتونه زندگی خوبی برای شما بسازه. از کنار این مسائل به راحتی رد نشین. همین منی که روبروی این دوربین نشستم دارم برای شما صحبت میکنم، شغل و حرفه من چیز دیگه‌ایه، اما در کنارش دارم تولید محتوا میکنم در زمینه واقع‌نگری و بررسی کتاب‌های خوب. معتقدم نگاه واقع بینانه و بررسی کتاب‌های خوب میتونه روی زندگی انسان‌ها تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه. معتقدم میتونن به لطف اینترنت به خیلی ها کمک کنم و در نتیجه به زندگی خودم رو هم کمک کنم. میگه که اگر میخوای دیگران به تو کمک کنن، اول تو به اونها کمک کن. انسان خوبی باش که دستاوردهای خوبی به دست بیاری. دوستان عزیز، عزیزانی که در این فیلم من رو میبینید، ما محکومیم به ادامه دادن، اما در کنارش موهبت هایی که به لطف علم در زندگی امروزی ما حاصل شده را هم فراموش نکنید. آنها میتونن تأثیرات بسیار زیادی در زندگی ما داشته باشن. اگه میخوای واقع نگری رو یاد بگیری و در کنارش کتاب های خوب رو بررسی کنی، حتما من رو دنبال کن.